سلام، من هانیه هیدری هستم و 7 سال دارم عروسک‌های پارچه‌ای درست میکنم. توی این چنل قراره بهت یاد بدم که عروسک‌های روسی رو خیلی دقیق و حرفه‌ای بسازی. آموزش‌ها از روی دست خودم و میتونی پیج اینستاگرام ما رو که آدرسش @فاطیما عروسکی رو فالو کنی، یا اگر دوست داری میتونی آموزش‌های ما رو توی پیام رسانه ایتا دنبال کنی که آدرسش رو برات میذارم این پایین. راستی یادت نره حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال کن که پست جدید گذاشتیم برات بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با آموزش عروسک روسی با توپ یونولیتی در خدمتتون هستیم. عروسک‌هایی که ما آموزش میدیم پارچه‌ای هستن که داخل سرشون از این توپای یونولیتی استفاده میشه. تو قسمت اول میخوام وسایل لازم برای ساخت این عروسک رو توضیح بدم. اولین چیزی که برای ساخت این عروسک ها نیاز داریم پارچه بدن هستش. پارچه بدن هر پارچه میتونه باشه که کش بیاد. یعنی مهمترین چیز توی پارچه بدن عروسک روسی اینه که کش بیاد. حالا میتونین این پارچه که الان دارم نشون میدم پارچه لاکرا هستش که میزان کششش میبینین که خیلی زیاده. یا این پارچه تریکوه. پارچه تریکو رنگ نخودی هستش. پارچه تریکو هم کش زیادی داره. من از این دوتا پارچه تا حالا استفاده کردم. حالا پارچه هایی که شما میتونین استفاده کنین علاوه بر تریکو و لاکرا پارچه کرپ باربی هستش، پارچه آنگوره کرپکش، حتی کرپ پرده و کرپ الوان. البته کرپ الوان و کرپ پرده این دوتا پارچه هیچ کششی نداره و اینکه هیچ کششی نداره فقط شما میتونین برای بدن، دست و پا استفاده کنین که توی عروسک هایی که سر و بدن به همدیگه پیوسته هست برای بدن هم نمیتونین استفاده کنین. در واقع بدن و سر باید کش بیاد. اگر پارچه‌ای که استفاده میکنین خیلی کششش زیاده، یعنی مثلا میکشین میبینین که خیلی کشش زیاده، باید از لای حریر استفاده کنین. لای حریر، حالا این لای حریر رنگ بدنه، یه قسمتش یه حالت نقطه نقطه ای داره که در واقع به پارچه میچسبه. شما اینو میذارین روی پارچه بدنتون، اتو میکشین کاملا به پارچه‌تون میچسبه. دومین چیزی که ما لازم داریم توپ یونولیتیه. برای توپ یونولیتی در واقع محیط دورش مهمه. محیط دور توپ یونولیتی رو وقتی میخواین خرید کنین در واقع توی خرازی ها نوشته. عروسکی که من میخوام بهتون آموزش بدم سایز 35 سانته. برای سایز 35 سانت که الگوش اینجا هستش و در اختیارتون قرار میدیم، ما توپ سایز 31 سانت لازم داریم. الان دور اینو میگیم 30. الان مثلا این 30، بعضی 31. 30 تا 31 سانت توپ یونولیتی میخوایم. سومین چیزی که لازمه الیاف هستش. الیاف هایی که ما میخوایم برای پر کردن بدن عروسک خیلی فرق نمیکنه که چه نوعی باشه، اما طبق تجربه من که در واقع چند سالی عروسک میسازم، این الیاف هایی که به صورت توپ توپیه به این شکله اینا بهتره. الیاف میخوایم. بعدی دکمه بیرنگه برای وصل کردن پاها و دستها به بدن. این دکمه های بیرنگی که دوتا در واقع جای سوراخ داره. دکمه بیرنگ میخوایم اگر بخواین لباسش قابل تعویض باشه 4 تا و اگه بخواین لباسش غیر قابل تعویض باشه 2 تا لازمه. وسیله بعدی نخ عمامه هست.
نخ حمامه در واقع یک نخی هست که بسیار محکم و سفته برای وصل دست و پای عروسک روسی به بدن. خیلی محکم بودن این نخ مهمه. حالا به این صورت میتونین از بازار تهیه کنین یا به صورت در واقع دوک هستش. به هر نحوی تونستین تهیه کنین مشکلی نداره. بعد وسیله بعدی که لازم داریم برای وصل دست و پا سوزن بلند هست. حالا این سوزنی که من دارم در واقع سایزش رو بخوایم ببینیم، سایز 15 سانته فکر می‌کنم، نه 17 سانته. سوزنی که من دارم سایز 17 سانته. بین 15 تا 17 سانت ما یک سوزن می‌خوایم به این شکل که در واقع پاها، قسمتی که میخواد به بدن وصل بشه، بلند بودن این سوزن میتونه کار شما راحت کنه. نکته بعدی که خیلی جاها اینو نمیگن، این سوزنای ته آبیه. شما از این سوزنای ته آبی که در واقع توی خرازی‌ها به همین اسم سوزن ته آبی میفروشن باید تهیه کنی. این سوزنایی که تهشون آبیه در واقع روی چرخ خیاطیتون قرار میگه به جای سوزن چرختون، و برای دوخت پارچه‌های کشی باعث میشه که در واقع چرخ شما رو اذیت نکنه، نخ زیرش جمع نشه و خیلی راحت بتونیم پارچه بدنتون رو با چرختون بدوزیم. پس ما سوزن ته آبی هم لازم داریم. حالا میریم سراغ وسیله‌های دیگه که حالا برای کفش و لباس و موی عروسک لازم داریم. ما چرم میخوایم، چرمای مصنوعی یا طبیعی. حالا طبیعی خیلی لزومی نداره، فقط برای کفشای قالبی در واقع چرم طبیعی استفاده میشه. این چرمای مصنوعی به صورت همینجور تکه‌ای میتونید از خرازی‌ها تهیه کنید. برای کفشمون پس چرم میخوایم، چند تکه مقوا میخوایم برای کف کفش، و کفی که ما برای کفشمون استفاده میکنیم یک حالت لاستیکی داره، خیلی مقاومه. شما میتونین از فوم استفاده کنین، حتی از خود همین چرمتون میتونین اوایل کارتون بچسبونین، خیلی سخت نگیریم، ولی در واقع این کارتون رو خیلی ژورنالی تر میکنه استفاده از این کفیایی که در واقع حالت لاستیکی داره، چون اینا خیلی سفت و مقاومه، باعث میشه که ایستایی عروسکتون هم بیشتر بشه. برای کفشمون علاوه بر اینا، اگه در واقع کفشتون بندیه باید پرچ تهیه کنین. این پرچ ها حالا توی خراز آنلاین ها که موجوده، اگه بخواین از تو شهر خودتون بخرین، جایی که وسایل کفش سازی و تعمیر کفش دارن اونا دارن، و جایی که در واقع وسایل چرم رو میفروشن، کسایی که کار چرم میکنن خب از این پرچ ها استفاده میکنن. برای اینکه این پرچ ها توی در واقع چرممون ما به کار ببریم، دو تا انگار سنبه لازم داریم، سنبه سوراخ کن و سنبه خورشیدی. الان این سنبه که من باهاش سوراخ میکنم شماره 3، سنبه شماره 3 که برای سوراخ کردن استفاده میشه. این سنبه خورشیدی در واقع به این شکل هستش، برای اینه که پرچ رو داخل چرممون قرار بدیم. یک کفی هم داره همین سنبه ها، این برای سنبه هاست که وقتی ما میکوبیم زیر آسیب نبینیم. چسب حرارتی میخوایم، دستگاهش و خود مغزی چسب حرارتی. برای اینکه کفشمون محکم تر بشه باید یه قسمتایش رو با چسب آهن، حالا یا از این چسبای رازی که در واقع همون چسبای خیلی محکمی هستش، چسب رازی، حالا من شکلشو نشون میدم میتونید تهیه کنید. برای قسمت لژش باید از اینا استفاده کنید. حالا لژ کفش میتونه از این چیزای لاستیکی باشه، در واقع اینا جنسش از پلاستیکه که تو خرازی ها موجوده. برای لژ کفشای آلستار و کفشایی که ورزشی تره میتونه استفاده کنید.
اگر نداشتیم میتونید از این کش هایی که رنگیه استفاده کنید، 2 طرف رنگ، در واقع بالا پایین یه رنگ، وسط یه رنگ دیگه. اینا هم خیلی کارتون رو قشنگ میکنه. یا حتی اگه نداشتین کش 1 سانتی و چیزای دیگه خودتون میتونید حتی از رمان هم استفاده کنید. این برای قسمت کفش. قسمت بعدی لباس عروسک. لباس عروسک خیلی چیز سلیقه‌ایه. شما میتونید از تور استفاده کنین، از پارچه استفاده کنین، که حالا ما انواع لباس ها رو در آینده آموزش میدیم. پس پارچه برای لباس عروسک و تورای کنفی ساده تحت‌دار برای روی لباس. برای هر چقدر که شما سلیقتون بیشتر باشه تو این کار موفق تر. وسیله بعدی در واقع ما برای چشم عروسکامون از این مروایدهای لپه‌ای استفاده میکنیم. این مروایدهای لپه‌ای 2 نوعن که من بهتون نشون میدم. من اینا خودم مثلا چند دفعه خریدم، این تجربه شده من. این مروایده الان اگه دقت کنیم پشتش سفیده، ولی این مروایده دیگه پشتش هم سیاهه. اینا که پشتش سیاهه کارتون رو خیلی شیک‌تر میکنه، جذاب‌تر میکنه. اینا که پشتش سفیده ارزون‌تره و روش هم اونقدر براق نیست. حالا با توجه به سایز عروسکتون سایز چشما هم فرق میکنه. میتونید از این چشما استفاده کنید یا اینکه خودتون چشمو بکشین. با چی؟ با رنگ اکریلیک و قلم داتینگ یا حتی سیخ چوبی. یعنی شما حتی با سیخ چوبی هم میتونین این چشما رو بکشین که نحوه کشیدن این چشما رو هم آموزش میدم. برای موی عروسکمون ما از موهای متری استفاده میکنیم. این موهای متری این قسمت بالاشون در واقع سردوخت دارن و پایین هم که مو هست. حالا مدل های مختلفیه. مثلا این موی لول هستش اسمش، به صورت لول شده، یا موهای صاف یا موهای فر. یکی از مارکای خوبی که من خودم استفاده میکنم و خیلی در واقع حجم مو زیاده، همین مارک سوکپ هستش که جز مارکای خوبه. هم متراژ بالایی داره، هم در واقع حجمش خیلی بالاه. اگه میخواین با موی صاف کار کنیم بهترین مارک همین سوکپ هستش و مارکای دیگه هم هستن که خیلی خوب هستن. حالا واسه تزیین عروسکمون دیگه شما الا ماشاءالله میتونیم وسیله استفاده کنیم. از این پومپوما میتونیم برای روی کلاهش استفاده کنیم. گل هایی که میتونیم باهاش تاج درست کنیم، دسته گل درست کنیم، حتی روی لباسش، روی کلاهش یا جای مختلف استفاده، حتی روی کفشش میتونیم استفاده کنیم. در واقع چیزهای سلیقه‌ای هستش. و مهمترین چیزی که شما لازم داریم برای ساخت عروسک روسی الگوهای بدن هستش. الگوهای بدن که در واقع ما در اختیارتون میذاریم در سایزهای 45 سانته که پاش اینجا 35 سانت، 25 سانت، 15 سانت آویز و 15 سانت سرجدا که من اینم تو قسمت بدن بهتون آموزش میدم. شما باید این الگوها رو ببرین، وقتی که به دستتون رسید ببرین از روی خط. و برای اینکه الگوهای خودتون در واقع خراب نشه، چون اینا کاغذه دیگه، من خودم روی برگه‌های رادیولوژی یا مثلا حتی مقواهایی که یه کمی سفتره، شما اینا بکشین که الگوهاتون خراب نشه. یعنی اینو دوباره بزنین روی یک چیز دیگه بکشین و از اونا استفاده کنین. نکته دیگه نمیمونه. تمام نکات رو توضیح دادم. خیلی ممنون از توجهتون.